السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. یعنی این حال ما با همراه رمضان نیجایی که میبینین مردم جا زندگی میکنن، مردم پاکستان، مردم بانگلادش. یعنی حضرت ای روزی که وعده دادگیم که ویزاش برایه انشالله که عروس هم میاریم. بیو تیز رسک قریب گرم بشم. نه غلطی ینگن اومده. خلاصی گپ کی یعنی همو در عشق محبت رفته که باور کنه نکنه اگر کو یا 10 منوت پس 20 منوت پس میپرسه که ویزا چی شید؟ ویزا چی شید؟ خوب بخدا سهر خوب خستگی سوالت که میخوام ویزا چی شید؟ همون را میگم برای ویزا کسی در کو باشه رقم رو اکران میتونین که مراجعت کنین. یعنی رنگی گفتی گپا خیلی که فرزند مادرش گم میکنه فقط میکوا کنه که متاسفانه حضرت اگر مادر گم کنه خیلی نمیکوا. خیلی که حاضر در عشق ویزا رفتگی خدا نیابانش باشه. چی نام ویزا و خیا بچه ها؟ ویزا نبرای کم اگر در سفر باینده مونیم هیچ که نگفته یکم خیلی گرم نیست. ویزا را تیار کنیم. اینه ویزا اومدگیه. اینه ها؟ اینه ماشاءالله بخدا زود. نه من نه نشان دادن با فکر من بر وقت شده بوده. اینه نه بار که نمی اینه از میگم چند قد پیش اومدگیه. اینه 17 و 50 10 دقیقه پیش بخدا من ده سهر همه خزم من خوبه ایلون ویزا چی شید؟ ایلون ویزا یازی من ندیدم. من دیگه نمیفرم داشتی ببرم بولو. ای بخدا ماشاءالله رحمت کلان هزار رحمت شما ده خرسان شیدم انشالله که انا که دیل با پرگی پرشید که اگر گفتی اپا ما را زن بطن شکنده جا کوی نمود ریاکت نشون میدم که خود من جار میکنم. آخی جار اکه بکنم محبت جزیر میشم همه محبت شدی ما در نکیه شدی ما به ها در نکیه. یعنی اشنش خیلی بد بعد همون چی را خوردن او چیزی شتلا استانم بریم مردم شو ویزا را نکرد میخوام صورت ینگر نشان بدم که بعد بعضی اونها میگن نه در کنه سه نه هم خیلی چیزش کن نه نشان نمیدم. جا باور میکنن آدمو که چی تیار شده اگه بچه ما خیلی ندیدم بخدا خرسان شدم بخدا باور کنید کسل شدم این غمای ویزا را سلفا ما بی برادران عزیز الله سبحانه و تعالی نیابانتان باشه. خیلی جا ما فرو اومدیم. کسی که اگر گرینسک داشتین باشین بر رقم ها روی اکران میتونید که مراجعت کنین. ان شاء الله برادران در خدمت هستند. ما این حال در سعودی برای حج عمره، برای ویزا، برای ویزای دبی هر کجایی که خلاص گرد در کارای میتونید که مراجعت کنین. برادران در خدمت هستند. ان شاء الله به قدر استطاعت خدمت خود را میرسانند. ما این حال در مکه هستیم. بعضی حجاج میان خواندنی به قدر استطاعت الحمدلله میخوانیم چون خداوند شفای کامل عاجلشان عطا فرمایه. لیکن انسانی که در اینجا عین حال حضور داره و وجود داره یعنی احتیاج به خواندن نداره. نزد کعبه برای دست به دعا کنه اشک چشم برازانه الله دعاش قبول میکنه و خداوند شفای کامل عاجلش عطا میفرمایه ان شاء الله. خداوند نیابانتان باشه با دعا باشین. راستش هم پیشترک یک مادر زنگ زد الله سبحانه و تعالی نیابانش باشه دیگه تلفن ما گم نکنه باشو نه هم جلده پیشترک ها زنگ زد سبحان الله گریه کرد که یعنی ما در خونه دعا خواندم خدمه بسیار مثلا که نوریزگی بین فرزندهاش دیگه و دیگه هم داری مشکلات دچار شدن به نهایت غمگین شدم زیق شدم سبحان الله. حرکت کنین مادرها را نرنجانین غمگینشان مکنین که او عمر دیگرشان نمونده شاید که 5 سال 10 سال دیگه زندگی کنن یا نه. و اون خاطر هر لحظه و زمان و ساعت و منوت و ثانیه و دقیقه شونه قدردانی کنین تا اینکه دعای بدتان نکنن از شما ریزا از دنیا بگذرن. خدا نیابانتان باشه. سلام علیکم. برادرها باور کنیم به حدی بعد خرسان شدم بخدا دیگه نمیدونم چی بگم بخیر خرسانی ما راست گپ هر روز همین لام هم چیزیم که بچه چی شیده بچه چی شید همه شما ما را دروغ گفتین راست گفتین این روزی بچه ما دیدم بخدا یا بار دیگه مگر هم برادر را باش خری بره بخی ای بای من دایم بایم بدرم ای ملایو زنده باشین برادر بخدا رحمت میندارم بخدا قاری جان سلامت جان خداوند ها خشم روز مال نو تمام کانال تا گفتیم بفروش حضرت خیرات چی کانال باشه اول فکر میکنم ان شاء الله درست فکر داری ولم فکر چی کردم
تو سهر میخیزین در پای فکر دیونه شیدم من فکری زنگیری را بخدا ما شما میخیزین در فکر میکنم میگم فکر کنم میگم تو بعد آخی میگم لباسام من بفروشم در کانال قوری طلاقچه نکه در اینستاگرام میفروشی اینستاگرام در آخه اینستاگرام یوتیوب نمیشه ورا تو نمیدونم سوشال نیست یه روز یوتیوبش در کارت میشه و یا روز در کارش دیگه در رکلامش میکنیم اودیتور در بلند تو خریدنی شلو ما خریدنیشم پروسه ما میخوام بخرمش تا از امر پروش کور کنم رپوشا او همش کور میکنم کوشش میکنم خیر من خودم ان شاء الله که میگم یگان افتی نغزت میگم نگه بخدا قاری جان خوزی متر یگان جواب دادن نمیتونم چی گپی دروغت بزنم من 200,000 روبل زیاد قیمتش کردم میتونم برای که خوزی اینستای تو زیاد خریدم گپ را واپس بسوم هم اینستای تا گرفتن این مسئله را برادر ما در ویدیو گپ میزنیم که یگان مسئله دیگه نشه در کم فکری من هم پرسن اخی خیلی شما چی فکر دارین که رمضان همی اکدا سایت در 200,000 روبل بخواد خوزی نه فکری کانال داریم نه فکری استودیو داریم نه فکری رپ داریم نه فکری از گفت خریدنیم گفت خیلیش کنم گفت تو نورد بنویسه چی بخرش بهترین میشه بخدا ارزان میتونش 50,000 خم رسد کردیم غیر ایاز ما فقط فکری اویلادور شوی دایم برای کی نگاه کی 50% برکت بعد زنگیری خدمات میتاد با اون خیلی یا بر بگم بس خروجی زیاد میشه چند برابر مدام انسانی که فکر میکنه که زن میگیره مشکلی زیاد میشه پرابلم زیاد میشه خطا میکنه وقتی که انسان زن میگیره نیست ایمانش کامل میشه و همچنین خروجی و برکت ان شاء الله که زیادتر و بهتر میشه شما فرزند داره من فرزند من میخوام فرزنددار شم بخدا من به همین چیزا آرزومه همین قدام میکنم در پیش کعبه فقط که خداوند فرزند میتاکی با ایمان و توفیق باشه مثال رنگ خود نباشه ان شاء الله خودمون بچه گنده یم قاری جان هم کات ندایم رنگ آخه آزی مثال بگیریم رنگ خود نباشه حتی بهتر بالاتر باشه ان شاء الله مثلا که وقتی یه چیز میبینیم بهتر طلب کنیم از اون بهتر شه مثلا داریم مثال بگیریم که تویوتا کامری میخواد یا از داره میبینیش میگه پروردگار من از این بهتر شه نصیب گردان خدا ان شاء الله خدا نیابان باشه رب حبنی من الصالحین بله آمین السلام علیکم تنا پیراترینا فوتوگراف چی با بفرالاشی اپراتور مونده اوکنه بفراشیده مخی